نیوگان توجیکان از دوران قدیم در 4 فصل سال 4 جشن مخصوصی طبیعت را قید می‌کردند که هر یکی از آنها با عنصرهای مودی طبیعت پیوند بودند. نوروز در فصل بهار تجلیل شده مربوط به زمین و خاک میباشد. در تابستان اجدادان ما تیرگان را جشن میگرفتند که آن به آب علاقمند بود. مهرگان جشن تیر ماهی عید حاصلات بوده به آسمان و هوا و خورشید ربط دارد. در محور جشن چهارم صده آتش قرار گرفته است. ما از تجربه خودم من میگم یا مال بزغالایی که داریم میفهمیم که همین ماه ینور به میز آید یا علاج میکنیم که ما عاقل شو و یک تخته بندی میکنیم و یک لطه بندی میکنیم که چه علاج شود که یعنی بزغالچه ها از دست نروند. برای همین حرکت میکنیم که زنده مانده آزی را تولد کند فصل آزاد، فصل گرما، فصل خورشید، فصل چیزی که مربوط به دوره هوشنگ بود. هوشنگ میرفت در راه مار سیاه دیدم که تاریخ است. مار میفرد اسب وای سنگ زند، مار سنگ به سنگ افتیده آتش به وجود میاد. آتش این روشنی است، آتش این استقلال است، آتش این گرمی است، آتش این سبزیدن. نه زبانی از گلو میخطی همه چی صدا میشود، میست از نو، یعنی از نو زنده میشوند و تیاری به جشن نوروز. همین حالتی که بزغالچه تولد کرد از بس که چیله زمستان برآمد در همین ماه صده خانوخا و زنده میماند. صده در قطار این جشن‌ها از دوران قدیم یکی از عیدهای باشکوه و پرحشمت مردمان ما به شمار می‌رفت. ماهیت جشن صده را پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرما بر سرما و نیکی به بدی تشکیل داده. مردم آن را با افروختن گلخان‌های بزرگ تجلیل می‌کردند. صده همه ساله در روز 10 ماه بهمن سالشماری هجری خورشیدی تجلیل می‌گردید که برابر به 30 ینوری سالشماری میلادی میباشد. نیوگان ما در گذشته شب و روز رو علاهیده حساب میکردن، یعنی در مجموع 100 شبانه روز تا و آغاز نوروز است. برای آن این را صده مینامند. یعنی آتش میتواند آن سردی های فصل زمستان را با خود ببرد و از همان روز آغاز کرده فصل گرمی و موسم کشت و کار آغاز میگردد. جشن میگرفتند. با جشن صده پیشک آمادگی می‌دیدند، تیاری می‌دیدند. حتی در بلندترین جایهای وطنشان شاهان با توسط مردم هیزم برآورده جایهای مخصوص میکردند. حتی پرنده ها رو داشتن، چهارمغز را کافته در درون چهارمغز پخته نفت آلود را انداخته با گردن پرنده ها بودگی چهارمغز ها را در داده سرد می دادن. آتش را در هم بلندترین جایی می ماندن. همینطور خرسنده ها می کردن، رقص و بازی می نمودن. با توسط همین فرارسیدن جشن صده مردم بسیار کارها را انجام میدادند. این عید صده عید تقویمی می باشد، عید دهقانان می باشد و تاجیکان خلق قدیم آسیا مرکزی می باشند، زراعتکار می باشند. از دور قدیم دهقانی میکردند و همه جشنهایی که تقویمی بودند آنها جشن می گرفتند. همین صده، نوروز، مهرگان این انیق جشن‌های دهقانان میباشد، جشن‌های قدیمی تاجیکان میباشد. غایه اساسی جشن صده گرامی داشتی نور و روشنایی و گرمی میباشد. مردم با افروختن آتش فصل بهار و گرمی و روشنی را دعوت میکردند. مراد و مقصد مردم از برگزاری آن آغاز نمودن آمادگی ها به کارهای کشاورزی و باغداری میباشد. اصلا
ایدی خاصی مردم کوهستان، مردم کشاورز بود که آنها جمع آمده آلاتهای خود را جمع با موسم کشت آمادگی میکردند، خوراک میپختند و در فصل سرما یعنی 50 روز پیش از شب نوروز و 50 شب و روز یعنی آمادگی میدیدند به خاطری که در 21 مارس با کشتکار آغاز بخشند و البته باعث افتخار است که در اساس دستور سپارشی پیشوای معظم ملت امروز این دست جمعانه جشن گرفته می شود. این هم برای باز هم در سطح جمهوریوی متحد شدن وزارت اداره ها و در یک جایگی با یک سطح بلند پیشواز گرفتن این ایدی ملی ما مساعدت میکنیم. همطور بود که دست جمعانه در بعضی برآمدها حاضر همین کلمه دست جمعانه را دست جمعانه میگوین، این نادرست است. دست جمعانه مردم با کار کشاورزی شروع میکنند، مثلا زمین شستگار میکنند، آهسته آهسته درختان را اصلاح میکنند. همین طور جشن به مناسبت جشن صده و ماهیت جشن صده ماهیت بیشتر به کارهای کشاورزی وابسته است. تمام همون بهترین میوه ها را، بهترین کارهای اون چیزهایی که تولید میکردند همونها را بهترینش را گرفته به نمایش میگذاشتند و مردم با مناسبت فرا رسیدن جشن صده رقص و بازی می نمودند. آتش جشن صده آتش مهر وطن است می گفتند. بنا به اندیشه پروفسور فولکلورشناسی تاجیک روشن رحمانی، تاریخ و پیدایش جشن صده که مربوط به خورشید و آتش می باشد به زمان پیش از آریایی و حتی از آن هم دورتر می رسد. آن در فرهنگ شفاهی و اسطوره ها ارزی هستی نموده توسط این دو سرچشمه به اصول خطی راه یافته است. مفصوف ابراز می دارد که هرچند در این مورد نظرها مختلف باشند هم این جشن از قوم آریایی ها سرچشمه گرفته است. رمز اساسی آن خورشید و آتش است که به طبیعت روشنایی و زندگی عطا می کند. جشن صده را به تمام مردم عزیز شریف تاجیکستان تبریک میگویم. به تمام آن مردمانی که به این خیل جشن‌های بشر دوست و ملت دوست و همبستگی و پیوندگر محبت دارند، آنها را نیز تبریک میگویم. خوب است که با تشبث پیشوای ملت عزیز کشورمان جشن‌های نیاگان ما از جمله صده دوباره احیا می شود و با آتش جشن صده، با نور آفتاب به دل هر خاندان فرزند عزیز تاجیکستان، مردم تاجیکستان گرمی عطا می شود. این آهسته آهسته ما امروز که جشن صده را پیشواز می گیریم، آفتاب نورش را بیشتر پاش می دهد، به سوی نوروز حرکت می کند، مردم به کشتکار مشغول می شوند. در نتیجه زحمت فراوان کشاورزان، دهقانان، مردم عزیز تاجیکستان امسال سال ما پربرکت می شود. به تمام مردم عزیز تاجیکستان صده را تبریک میگویم. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد و چند کس هم گروه، پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن تیزساز، دو چشم از بری سر چو دو چشم خون، ز دودی دهانش جهان تیرگون. نگاه کرد هوشنگ با هوش و هنگ، گرفتش یک سنگ و شد تیزچنگ، به زور کیانی رهانید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست برد. فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگش از فروغ آذرنگ. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ آمد این صده یادگار، بس باز چون او دگر شهریار. گذشتگان ملت تاجیک به ساحه کشاورزی شوق و علاقه‌مندی داشته به زمین و چارواپروری توجه خاصه می‌دادند. از بس که جشن صده از سپری شدن زمستان و نزدیک شدن فصل بهار و فرارسی نوروز مژده می‌داد، کشاورزان این جشن را بی‌صبرانه انتظار می‌شدند. محض همین است که صده را جشن همگانی نام می‌برند.
سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان که برای تامین کردن امنیت اوضاع روانه کرده شده است، سهم کارمندان ساحه کشاورزی نهایت بزرگ. در این جاده این همه وابستگی دارد به مهنت اهلانه، به استفاده بردن از تجربه پیشقدم، از تجربه کار عالمان که سالهای دراز هم در همه ساحه‌های کشاورزی فعالیت کردند و دستاوردها دارند. این رو ما باید دوره به دوره در استحصالات جاری کنیم. و حالا که امروز روز عید صده است، این تیاری به کشت و کار اگر گیریم در ساحه باغ و تاکپروری باشد، اگر این به شکل درآوردن، سرباری کردن درختان میوه دهنده و انگور، کارکرد بین قطارها، ذخیره کردن نمی در بین قطارها و در آن منطقه‌هایی که نسبتاً خنک‌تر هستند گذراندن یخاب مانی. حجم مجموعه محصولات داخلی 82.5 میلیارد سومانی راست می‌آید که 8.8% افزایش یافتن محصولات کشاورزی در جمهوری تاجیکستان در همین دوره برابر گردیده است. آن دستور سپارش‌هایی که از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامزاده رحمان به ساحه کشاورزی و به دهقانان روانه گردیده است، باز هم ما را وادار می‌سازد که استحصال نمودن محصولات کشاورزی کمر همت بندیم و با مسئولیت بلند همه نارسایی‌هایی که در تأمین مواد اوزقواری در بازار استعمالی هست برطرف نماییم. چنانه که از پیام پرزیدنت مملکت جناب اولی محترم امامزاده رحمان برمی‌آید برای به دست آوردن 2-3 حاصل محصولات کشاورزی، این هم زینه به زینه ترقی دادن کشاورزی. این کشاورزی ما از یک طرف اگر با تامین کردن طلبات اهالی با مواد خوراکه باشد، از طرف دیگر تامین کردن کارخانه‌های کارکرد با محصولات خام و سیومین و صادرات روان کردن سبزیجات بروقتی، میوه، انگور و دیگرها هستند. و از باز ما باید چاره‌های ضروری را اندیشیم که یکی از ضرورت‌های اساسی این پرورش کارتوشک در جمهوری میباشد. با گذشت زمان این عنعنه ملی گوشه فراموشی را اختیار کرده بود. در دوران صاحب استقلالی مملکت با تشبث و غمخوری‌های فرهنگ دوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عید صده از نو احیا گردیده در برابر جشن‌های نوروز و مهرگان همساله با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. با این مقصد جهت تأمین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره برگزاری فستیوال، نمایش، عید، آزمون‌ها و هنرهای مردمی که از 31 دکمبر سال 2020 تأسیس گردیده است، نقشه چاره‌بینی‌های وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان از 11 ینور سال 2021 تحت رقم 3 جهت آمادگی و در سطح بلند برگزار نمودن عید صده، اینچنین برگزاری نمایش نهال و تخمی زراعت‌های کشاورزی به تصویب رسانیده شده است. در چاره‌بینی مذکور کشاورزان ولایت‌های سغد و ختلان و شهرهای تابع جمهوری شرکت ورزیدند، دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته، اینچنین نوع‌های گوناگون نهال و تخمی زراعت‌های کشاورزی را پیشنهاد می‌نمایند. خوشبختانه امروز کشاورزان ولایت سغد برای در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های پیشوای ملت جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی تمام چاره‌ها را اندیشیده برای تامین نمودن امنیت اوزقواری مملکت سهم خود را گذاشته ایستادند. تمام محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته مراتب زیاد کرده شد. ساحه پرنده پروری، عموما ساحه چارواداری عاید به امتیاز دادن ساحه پرنده پروری زیاد کرده شد، به مثل سرشماری هم پرنده و هم استحصال گوشت و تخم. موافق تحقیقات علمی عید صده تاریخی از 3 تا 5 هزار ساله را دارا می باشد. به عقیده عالمان ساحه یکی از طعم‌های اساسی جشن صده شیروغن می باشد. از فصل تیر ماه زنان برای آماده کردن طعام مراسمی به این جشن آمادگی می دیدند. در کوهستان خوراک‌ها بسیارتر با روغن زرد میکردند. حتی آش پلو رو نیز با روغن زرد میکردند، چون که گاو مال زیاد داشتند.
در ایلوق در مدت 3 ماه 6 ماه و یا ذخیره میکردن و 2 ماه از با روغن زرد خوراک میپختن و همین روغن زرد رو ای تیرامو سر کرده در 3 روغن چیمه میگن. روغن چیمه مخصوص مثل ظرف هایی که برای روغن و سوخته میشدن و در آنها روغن زرد دوخته همین 3 دانشه یا 1 دانشه تگی خوگ میکردن و بالوش خمیر کرده از بالوش بلوی میکردن محکم میکردن تگی خوگ گور میکردن و با این معنی که تو بهار تو جشن سده و روغن رو از تگ زمین نمی برآوردن. مادر من مثل آدم 90 ساله هست و همون چیز دیدگی جشن همین سده گفته است که مثل شیر روغن رو مثل در درون دیگ هم کردن ممکن است وقتی که در دیگ شیر می جوشد و علایده نون رو در طبق هم ریزه کرده از بالا شیر ریزی هم میشد. روغن جوشی و شیر جوشی میکردن. شیر در دیگ میدادیم نون ریزگک میکنیم همین توسای کته شیر که جوش شما میمونه نون میتیه 1 میدک چی دم زنم و نون میریزی و کولیزی کته نیزه کته میگیری میخیلی در چیا ورداش طبقای کته میگم یورا توپ میکنی تپکی تواش میکنی و یک چیه کونی دقاوی تواش کمی خیلی چنگش کریم چنگینده اینه تو دمی یا گم نمزه میگره چقر و گم یک دیگ تول روغن برمی یک دیگ تول نسمی ستیل روغن بیاره یا مو کسی پرخر باشه 2 دیگ تول 3 دیگ تول خرمی بچم میکاریم توا. این کلمه سده به زبان ناب یزدگلامی یعنی برآمدن است، چیزی که نو میبرن و میگن که سده. مثال آفتاب برآمد، آفتاب به زبان ما خور است یعنی خور سده. یعنی سده مربوط به همون دوره را در بر میگیرد. بعد جشن گرفتن عید سده که به 28 ینور برابر می بیاید، بعد وی در همین وادی در هر یک جماعت هر یک قشلاقی که در این جماعت وجود دارند جشنهاشان یک خیله نیست. از 28 تا 31 جمع دست می شود. از 26 قشلاق های بالا 26 از ما 28 ینور. انا بعد در دوره جشن سده خروس می آوردن، خروس جنگ می کردن، خمدان تیار می کردن که وقتی که شعله آفتاب گرمی را به همین خمدان ها زد اینا قاق می شوند یعنی سخت می شوند و می برداشتن می بردن در درون گنجور. در درون اینا همون اشیاهای خوراکه و تخمی که در زمین نگاه می داشتن. در وقتی جفتی بهاری که ما این جفت را با زبان یزدگلامی غیو خناق میگوییم یعنی دو گاو رو میبستن و در دهانشون نان میماندن، شاخاشون روغن میمالیدن و بعد جفت میکردن. در همون دوره که جفت میکردن اون تخمی که در خمدان بود میورد زمین بند میپاشیدن و خوراکایی که توت و مویز و زردالویی که داشتن همین لبی نزد زمین میشتن و چای قطعی میخوردن و را با جاروب میرفتن. این را میگن معناش گرواش. اجدادان گذشته ما در میدانهای وسیع تمام شب گلخن افروخته در اطراف آن رقص و بازی میکردند. در جشنگاه شاهان و امیران جمع می آمدند، خرسندی میکردند، بزمها میراستند و شاعران از مورد موسیقی استفاده کرده در وصف آتش شاهان و امیران شعرها میخواندند. این جشن گشته احیا شد. با این جشن رئیس جمهور ما جناب عالی اعتبار کلان به دولگی شدند. این دهقان شد دیگر، چون که
به همین مناسبت به مناسبت فرارسیدن جشن صده بسیار کارهای دهقانی شروع می شود. یعنی صده آمادگی به کشت و کار بهاری است. در این هنگام تکنیک تعمیر گردیده به موسم تیاری و یخابمانی بعضی قطعه‌های زمین به راه مانده می شود. در صده دهقانان به تکاپو در آمده به کارهای بهاری آمادگی می گیرند. جوهر صده از جنبه‌های انسان پرورانه، دوست داشتن طبیعت و رسیدن به قدر آب و زمین دیار عبارت می باشد. در واقع ایدی صده ایدی مهر و رفاقت، ایدی دوستی می باشد که در این ایدی صده مردمان به خاطر آماده نمودن آلات‌های کاری خود به موسم کشت آمادگی می‌بینند و در یک دست در یک گردی خان جمع می‌شوند و گلخان افراخته برای آماده نمودن آلات‌های خود و تیاری به موسم کشتکاری بهاری، یعنی آمادگی به نوروز، آمادگی خود را می‌بینند. در واقع گفته می‌توانیم که ایدی صده این ایدی دوستی بوده، ایدی نزدیک شوی آدمان به هم دیگر میباشد. ما همین کسب تا حاضر خور نکردیم، رواج دادیم. امروز که روز عید است، عید صده، ما برای کشتکاری من یعنی که بهار تیاری دیدیم. من همین آلات‌هایی که برآوردیم، من یوغ و اسپار، من برای کلتیواسیون کردن تراکتورها بعضی چیزاش ما مثال کمبود میشه ما میسازیم. خب من کد من میسازیم دوست برای عریق جوبه‌ها را تازه کردن. من همین اسباب‌ها را ما برای بهار تیاری دیده ساخته ساختیم. جشن صده این سال برای دهقانان جشن تاریخی می باشد، زیرا در این سال با تشبث پیشوای ملت تمام خواجگیداران از انداز در سال 2021 آزاد گردیدند. این از به آن آورده می رساند که سال جاری دهقانان می توانند با دل گرم به زمین سر و کار گیرند و محصولات بیشتر استحصال نموده تامینات اهالی مملکت را با این نمود محصولات کشاورزی تامین نمایند. بعد از صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان، جشن صده احیای دوباره پیدا نمود. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، جشن صده، مهرگان و نوروز همچون عیدهای ملی با شکوه تجلیل می‌گردند.